ولی هم نسخه‌های خود من بگو که هیچ گام نداره تورات نمیشکنه در روی مسجد نو سمه زنم کمک کی گفتن گله من کمه برداره در تشبیه بکنه در صد بیست خزادیان صورت فردوسی را در دیوار همه خانه سوخته این نسخه‌اش همه توف کردای نسخه در عدل پیشونی فردوسی زده او بلند ایده قدرت ایده 2 متر بلند ایده خورا این تا پست نمیشه اون پریجا گرفته توپ گلای یک روز استودنتا چقچق دوران یا تشگفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردم کو این چیه یا تشگفت من در گم نوساتف کردم گومی مسکوای کو با یا تشگفت که من نوسا زدم در اتوبوس 18 سوار شدم او وقت هم اتوبوس استودنتا اتوبوس 18 بود ای وادن اساس تو همی چرا میوار تو گپرازیم سوار شدم میگه که آدمی بسیار دیگه نه طرفی در رفتن میتونم نه طرفی تریزا این کاروسای پیش همین خیلی گرمه بود از زمستان اوقات تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد میگه کم کم در حلقم رفت من نگاه کردم یک از میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تک شد لبی کیسه را تکردم یک کیسه هم پوش کردم آخر اینوست با خدا همین میشه گفتم برای تکداگی جو خونده چه خیلی هم کدوم هم 70% توجیکستان گارانتی هم میتونم ای کالو نمایده ای هوجی و تومولوی یا خیلیش نوز هم میکنه سه بار چهار بار داری نموز افتون باید یک جواب شنیدیم برای اون که من گفتم که طوری نیست حرامای مکروه های با سیگارت نوز داسترات دست رو کنه کدومش حرامای کدومش مکروه هر جا که نوز مکروه میگن یک چیزی که زلالنو که حرامه یا چیزی که حرامه حرام مکروه شکه همین نوزکی یا که علما بوده که همین حرام حلال بود اگر خیلی اول هم مکروه جا بگیم ما این بافته علما نیست هجورا مکروه یعنی نپریاتنی نری کمندوی مینات روسی خاطر و وقتی که حرام شد دیدازولی نمیشه عموما من آیو انا که همین مکروه دخل میشه همین نری کمندوی می دخل میشه یا تیجاز که مکروه تحریمی ای به حرام نزدیک ای دودری حرام ای دور قطعیه باید نکنن سری رخش بگیرن یکیش هست مکروه تنزیهی یعنی به حلال نزدیک ای بهترش نکنن نه که اگر کردنم رئیسیه شد این رنگی بوهای سیده مکتب ده مگذاری کن ایسی نه که بهترش بوهای چور بگیری او مکروه تحریمی را باید که مردم نکنن اگر نماز با کراهیت تحریمی ادو شود نماز ایسر اینا اعاده کردن واجب می شود میفهمی؟ تحریمش اینطوری معنا داره برایش تحریمی گفتن حرام نگفتن برای که حکم حرام فقط شارع حق اعلان کردن داره ای پیش خود هیچ که حرام حلال گفتن نمیتونه اینا خدا و پیغمبر حلال حرام تعیین میکنن همدستی اگه این خونه سوتای تماکو دا بیوی تماکو اصلا مال این سرزمین ها نیست ای بچه ها ولی همین بگم حضرت گفت بر کارندش لعنت فلان و بیسمدان همین تماکو فقط در قطعه امریکا میشیده است رنگ جواری مکه رنگی کارتشکا او هم یورا هم جو وردن قطعه امریکا را کریستوفر کلمب سال 1492 کشف کرده است او بیچاره را خیال کرد که هندوستان رفتم نفهمید که یک قطعه دیگر را کشف کرده است برای چی امریکاش گفتن برای که بعد از کلمب یک شخص به نام امریگو وسپوچی اثبات کرد که نه این کلمب یک قطعه نه و کشف کرده این هندوستان است به نام همون امریگو وسپوچی را گرفتن امریکا اعلان کردن نه باشه کشفش همین کلمب است انا که تصور کنه که بعد سال 1492 همین تماکوی خونه سوخته را آوردن تماکو را توتون میگفتند توتون اول اروپا اومد از اروپا در اسلام انا باری اول در استانبول اومد اسلامبول در اسلامبول قطعه اروپا ایکو ولی ترکیه یک قسمش اروپا داره خود این همی شهر اسلامبول استانبول در قطعه اروپا داخل میشه یا وقت کنستانتینوپل نام داشت پایتخت امپریای ویزانتیا بود رومی شرقی همینجا در زمان سلطان سلیم یک در اومدگی سلطان سلیم یک یوز پدر سلطان سلیمان خلیفه یکم عثمانی سلطان سلیم یک در میان همین خلیفه سلطانای عثمانی اولین خلیفه است این شخص سال 1517 وقتی که مصر فتح کرد مصر ضبط کرد آخران خلیفه
عباسی مقیم مصر متوکل سیر یافتن نزدش آوردن بیعت کرده خلافت از عباسی ها و عثمانی ها گذشت برای یکم خلیفهش میگم همیده همین با مجرد در اومدن سلیم یک اعلان کرد مقصد به شیخ الاسلام مراجعت کرد گفتن حرام توتون حرام ای ولی کتابی انا دارالمختار ببینه امام حسکفی اما آورده است توتون میگه توتون حرام ای میگه و دلیلش آورده است که برای چی حرامش گفتن اولا ضرر داره هر چیزی که در اسلام به انسان ضرر میرسونه حرام ای یک قاعده طلایی است در اسلام لا ضرر ولا ضرار ضرر دیدن و ضرر رسوندن به کسی حرام ای این همی شیشه خوردنش حرام اصلا بگیریم شیشه در ترکیبش یگان چیزی حرام نداره قم داره اصلا همی قم ریگم طریقتی میکنن نه که خوردن همی شیشه حرام ای برای اون که زیان میرسونه ممکنه که مثلا معده را زخمی کنه امکان داره که انسان هلاک کنه چرا زیان ضررش ده همی خاطر حرام ای را خوردنش گفتن همی تماکو را مادام که به انسان ضرر میرسونه حرام ای دلیل دیگم اسراف مال ای خداوند گفته است لا تصرفو اسراف کاری نکنه چیزی که سیرت نکنه نپوشاند این خونه سوخته فقط همی صرف مال ای ولی یکی سیگارت کشی هست که نوشیگریش هم پولی که در سیگارت صرف میکنه در شکمش صرف نمیکنه در شکم فرزندش صرف نمیکنه دلیل سیم بدبو ای بوی بد داره حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که چسناک و پیاز میخوردن از داخل شدن مسجد منع کردگی ای من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتی حضرت میگه کسی سیر یا پیاز میخوره پیازی خام از ما دور باشه از مسجد من دور باشه در خونش بشینن یه بچه سیر و پیاز یا نعمت خدا ای را اگر نخری یک کسلوی هسته که با دندونات همه سینگه میشه همه دندونات میریزه در جایی هسته که قیمتی همه چی را بالاتر وقتی همه را به خاطر بوش در اسلام حضرت منع کرده است خدا بگیره ای تماکو را که از برای خدا پشه در بالای تماکو نمیشینه اهمیت داده هم پشه فقط در بالای گه میشینه در بالای تماکو نمیشینه خیلی همه را مقصد استفاده میبره و نهایت دلیل چهارمش میگه که اولو الامر حرامش گفته است اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اولو الامر سلطان خلیفه مسلمانان حرامش اعلام کرده است اگه دعوا در اطرافش بسیار است خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در رد المحتار همین تماکو کشا را پشتیگیری کرده که کم کم دیلم در شبهه را که همین خدایی نکرده همین خودش سیگاریت کش نباشه این مکروه طبعی مکروه شرعی نیست گفتم این طریقه پا زیان و ضررش میگه و پروسی اتنسیتیل نیه یخیلو دا زیان داره یخیلو دا فایده داره رنگی همون گپوش تعلیم واری آخی این گپو خدا راستی این به عقل طوری نمیگه خب تماکو ده نوع بود وقتی که همون اومد تماکو را دخیل استفاده میبودن کوریتیل نی بود دود میتنکو این را هم ایندیسو میکشیدن تروب کم میرن بعد نیو خطیل نی یک نمود دیگه هم تماکو را میدن میکردن دبنیوشو فخ میکردن فخ میکشیدن همین دو نمود مشهور بود تماکو کوریتیل و نیو خطیل تا عصر 19 را تماکو همین دو نمود اومده ولی کینوهای اروسی را ببینه هم دورای پوچهایی را نشان میتن که کیسه دارن مخصوص یک تبکر که کیسه دارن ایدروش کم تلق میگیره دبنیش پر میکنه و اقسا میزنه با هم کیفش هم میگیره سال 1862 روسیه یک قسمی بگیم همین امارات بخارا را ضبط کرد گرفت ای جمله سمرقند را گرفت فرغانه را گرفت خوجند را گرفت همین تکو را ضبط کرد گرفت در فرغانه علاقه این فرغانه اویز شده بود اویزدی فرغانه گوبرنیای ترکستان روسیه ای روسیه پوچوی شده بود اگه مردم خطی هم اروسو معامله میکردن شیلخیز میکردن مردم فرغانه را خطیش رو همکاری میکردن و دیگر یارو رفیق شدن بعد بعضی فرغانه چیون از هم وانیای جورش میرفته است بعد میگفته است که ناس
نوس با روسی بنی میشود یعنی هم لعنتی را که دبنیت پر میکنی کن یو خاطیلی ای همو بتیم نوس با اون میریختاست میدود دستش این مردمی مو با فخ سیر نشوند و تو نچشن ایواشو نمیشکنن یو گرفتن امورا در تای زبان پرتفتن که او خواه کیف نداد با گرفتن ریشه درخت خوشش کردن آهک خوشش کردن میزک خوشش کردن این همیشه گیرمی نوسی پدنالت نوس وطنش فرغانه های تا با امروز مکان اساسی نوس فرغانه های بچه ها این همی نوس فروش های مرا یا بپرسیده نوس شیرش ای فرغانه میوید خلطه حتی همون زمانهایی که رای ازبکستان بستگی نبود اون کریم همه را بسته بود همه را کنترابند کرده به خر به اسپو هم تریو میگذروندن خلطه این هم میگیرن میشورن آبش میدوزن هم تریو میشورنش و میشود نوس این همی نوس اصلا کلمه روسیه خدا بگیرش بعد همین انا که بعد همون در تای زبان پرتفتنکش همین فرغانه سرشید ولی در همه مردمی همین فرزبان نوس نیست این همین اوز شمیانه در نوس یک قسمی افغانستان ده همین هم همینجا گذاشتن بیایی یک قسمتی مایده که ایران ده دیگه هیچ جدا نیست این پا وطنش همین فرغانه همین میگو که تا امروز همین فرغانه میارنش خب حکم شکی ها اینمو سرب گفته استیم اگه در باره طبق گفتیم که احکام بود لیکن در باره نوس باری اول والله اعلم شاید در همین فتوای دارالعلوم دیوبند فتوا مدگیره که حکم نسوار چیه؟ میگه مکروه تحریمی یعنی دودر حرام حکم سیگار چیه؟ حرام به خاطر اون که سیگار دود داره دود طعام اهل دوزخ ای استعمال دود حرام ای انا اگه وقتی که همون دود هم میخورن حرام ای اما نوس دود نداره که در تای زمان میپرتوینش ایامی خاطر به خاطر اون که دود نداره گفتن که مکروه هست نه که مکروه تحریمی ای دودن حرام به خدا قسم اگر همین نوس و سیگاری در زمان پیغمبر میشه این هم قسم حونیسی خورده است همین حضرت مطلقی را حرام میگفت همین قدر بوی بدش شو میدید او یک پیغمبر زیکه و نازنین ما داریم طیب و افواهکم فانها طریق القرآن اوه دهناتون تازه و آزاده نگه بداره میگه که این راهی بر اومدی قرآن نگاه همین دهنه و همین سیگارت ناس اولوده کنی آخی از برای خدا حضرت صلی الله علیه و سلم همین شیر نازنین هم میخورد دهنش مسواک میزد میشست سوالش کردن گفت این له دسم شیر دسم داره روغن داره شیر ژیر داره که در ترکیبش او صدقه شیر بشه هم خبوی خوشی پریاد میداره که رنگ او دهانی گوده که شیرمک بو میکنم تریاقی نکی ببینه حضرت با درجه زیکه و نازک بود که همون شیر هم میخورد دهنش هم میشست اصلا حضرت بسیار دوست میداشته است همین بیبی زینب مادر و زینب بنت جحش برادرش یه روز میگه اصلش میاره عبیدالله ابن جحش باشه والله اعلم در یک کوزه اصلش میاره یه حضرت درک داشت که در خونه بیبی زینب اصل های هر سحر میدرماده است میخورلش یا میخوره مادرای دیگه اونا رشک شو اومد بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها با بیبی حفصه مراجعت کرد گفت که همه حضرت که اومد من میگم که دهنت بو میکنم بوی سمخ بوی شریش درخت دیده سمخ داره شریش داره انام درختی خرمارم انتری شریش داره مو مایدهک بدیم کلی کم بود اگه جایی سوپر کلی خاک بالا بود اونم شریش هم میگرفتیم بعد ورقو را کلی میکردیم فرفرک میکردیم کلیش میکردیم همون یا بوهاک داره همون شریش همیه داده باشه و حضرت میگه نازی بیبی عایشه اومد بیبی عایشه گفت چی خوردی دهنت بوی شریش میکنه گفت خدا قسم من فقط اصل خورده دیم نازی بیبی حفصه اومد وقتی این تصدیقش کرد گفت واللهی دیگه اصل نمیخورم میفهمی این نعمتی الله که آخه خدای تعالی را وصفش کرده است فیه شفاء للناس میگه در اصل برای مسلمانان برای مردم شفا است همین را قسم واللهی خور که نمیخورم ولی سوره تحریم خداوند میگه چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردونده تو بر خودت حرام گردونی اشاره به این نمیای عیب نیست که دعوا کنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم
پیغمبره که حضرت میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاه او عند كل صلاه. اگر بر امت مشقت نمیشید در هر نماز امر میکردم که دنداناشون مسواک بزنن. حضرت میگه جبرئیل امین همین قدر در مسئله مسواک سخت گرفت که من گمان کردم که شاید همین مسواک زدن فرض شود. آخران عملی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیات زندگیش کرده است همین مسواک است. حتی قوت نداشت که همون مسواک بزنه. بیبی عایشه مادرمان زد همون مسواک به دنداناش خواهید نرم کرده. دندانای حضرت صلی الله علیه و سلم مسواک زده است. فقط شرم نمیداری آخی از برای خدا در حرکت تحرک پیدا شود جای در نیست. نه که دیگه دلیل قطعی اثبات کردن نمیشود. آخه با این مردم جاهل بگو که با دلیل شرعی اثبات نمیشود خونه سوخته میکشنش. مشکل در چی؟ با خدا قسم در حرم میبینی در صحن حرم سیگارت کشیده سر بعضی ابلهاش. و برای هم تعریف فتوا گرفته است که در شریعت یگان دلیل نیست که تورات بشکنه. ولی هم نسکشای خودمون بگو که هیچ هم نداره تورات نمیشکنه. در دروی مسجد ناس همه زنه و قامت که گفتن گله من کمه برداره در تشبیه بکنه در صف بیسته. هیچ چیزی نیست که باید همونه ایرا گفتش بشود. شخصایی که نوس میکشن یا پاپیروس میکشن مودم که نماز اولش که بس کنن اگر نمیتونن پیش هر نماز طهارت کنن طهارت خالی رم نه دندان یا با زبونای پسته یا مسواک تازه کنن نباشه نمازشو با کراهیت ادا میشود. کراهیت تحریمی یگان ثواب حاصل نمیکنن نماز خودشون. اینم اوچقی گپی نمی در شریعت بعضی احکام هستن مثل سد ذرایع گرفتن جنایت پیش از واقع شدن جنایت. یا وقت ما استودیم بدیم هم جزیره ده میخوندیم کورسیده بودیم والله علم هم جزیره کورسیده ما سرشدگی سال 82 قناه دیوال صورت فردوسی حقوقی شدگی اونم چی میگن شما شورچلی کمی گفتیم اون کوبیکایی که برای زیب زینت میزدن کار مزایکا زدیان صورت فردوسی را در دیوال همه خانه سوخته این نسکش همه توف کده نس در عدل پیشونی فردوسی زده. اون بلند ایده قدرت ایده 2 متر بلند ایده او را این تا پوست نمیشه اون پریجا گرفته توف کده چکم کده دوره ریکتر میویا هم جزیره ریکتر وقت طلبک نظر افتاد او یا وقت وزیر کارای خارجی را بشیده بکو رحمت رفتی بیدش همون میویا میدینه همون را همین اودیتوریا با اودیتوریا گشت نوس گفت اینمی کسی را که قپیدن اسکلوچتش کردن بسپرا و نوستن اولیدی برای همین نوس همین قحق می نوس سخت بود که دیگه ای ترسا در توالیتور هم کشیده نمیتونسته همین خیلی سخت بود. اگه بچه خودی دیگه پا گفتم اصلا همین چیز ایوی آداب نیست و همین کشیدن این نوس همین پاپیروس چه همین تدام خدا یک روز استودنت ها چکچک دوران یا تاش گفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردگیم گفت این چیه یا تاش گفت من در گوم نوساتف کردم گومی مسکوای کو با یا تاش گفت که من نوس زدم در اتوبوس 18 سوار شدم او وقت هم اتوبوس استودنت اتوبوس 18 بود ای ودن اساس تو همین چرا می آورد تو گیپرازیم سوار شدم میگه که آدمی بسیار دیگه نه طرفی در رفتم میتونم نه طرفی تریزا این کاروسای پیش همین خیلی گرمی بود از زمستان اونقدر تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد میگه کم کم در حلقم رفت من نگاه کردم یک از میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تک شد لبی کیسه را میتکردم در کیسه هم پوش کردم آخر اینوس با خدا همین میشه یک خیش دوره مول حیات هم این همی سری جری کلوب دارم میشونم خیش تبوری مادر مونه بچه تقوی رحمتی مادرم بود استودیم بود در خونه ما خوب بود این همی قضا خوندم نسکش بود همه خونه ها بود در مهمون خونه خوش کردیم از برای خدا خشش نمیدوده که اقلا همه نوس آیدانی تریسا کنم با خدا قسم در تای قولین نوسا توف میکرد او وقت قولین کم نبود قولین ها این همی قیراقون بود کم بود و مگزین یفتنش قیم بود آنها ای پدر ما به حد شو میدیدم این نوسا اگر میدیدم اون کوراکو یک ساعت دیگه معنیش نمیکرد میزد سرش میکرد همه اوچه رحمتیم به خاطر آن که پدرم نفهمه کم کم با را پول میداد یردمش میکردم هر روز گریم همه برورده میتکیدیم میشوش طولای با خزمین مشاقلان
беақлӣ ра бида як ҷо меҳмони ту хов мерай хай дар рӯи пол ту чихел носат мекунӣ дига мардум бепарво мешаванд ба худо мардуми мо итари чизоро намефаҳманд гапоро намефаҳманд бугӯй ки тората намешкана мегӯям дар саҳни масҷид туф мекунанд итане ки дар саҳни масҷид ами туфи одӣ ҷиноят ҳисоб мекунанд кафора дора ҳаво чӣ бураса ба нос ами хотир на фақат бояд торати тоза кунанд балки дар ҳамон ҳини торат дандонора бо мисвок ё бо зубнои паста бишӯванд ки даҳаншубу накунанд сабаби озори мардуму малоика нашаванд фаҳмо